like a Hellcat. سلام علیکم برادرای دور و نزدیک کسایی ما را تماشا میکنن، دستگیری میکنن کانال ما را. کانال دو برادران است. بودینامد برات فاستم. خیلی شویدین کانال خیلی بود استفاده نمی بردن کانال حدیثی ما غلطید. انشالله کاری میکنه که پادپیسچیکا برادرای ما راضی باشن. و در این فصل بهار که دیدین اما سبزه من شکوفتگی است. در این ماه اپریل در این فصل بهار یکی از ماه‌های مبارکی دین اسلام ماه رمضان در روز 24 اپریل می‌دارد و خواستم پیش از همه پادپیسچیکای خما برادرها را کسی که با تمام با کل مسلمانان روی دنیا را با این ماه مبارک رمضان تبریک و تهنیت میگم و در زندگیشان بردباری‌ها خواهانم و کسانی که دور وطن هستند قرار دارند برن از وطن و وطن به سر بلند دستی پر بر بگردند، سرشان درد را نبیند. خداوند بزرگ در ماه شریف رمضان همتون قوت بده. خودتون احتیاط کنین برادر جانا و کانال دیگری ما دنیا با ما نام دارد. اگر دارین دستگیری کنین بهترین میشود. باز ویدیوی نو با نو انتظار شین. خداوند بزرگ مهربان همه شما در پناهش نگه بدارد. بار دیگر ماه مبارک رمضان با همه شما با کل مسلمانان دنیا مبارک باشد. خودتون احتیاط کنین، زنده و سربلند باشین. باقی خدا نگهبانتان باشد تا ویدیوهای آینده. زنده باشین همه کسا. Like a Hellcat.